چرا دوستان یه سری از شما فکر میکنید که روان درمانی واسه کسی که در حال بقاه، در حال تأمین نیازهای بقاه، واسه کسی که داره توی کشوری با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم میکنه به کار نمیاد؟ کما اینکه من اخیراً یکی دو تا کلیپ توی همین فضای مجازی دیدم که در مورد این دارن صحبت میکنن که آی روان درمانی به درد نمیخوره، روانشناسی به چه کار آدمی میاد که داره واسه نیازهای اولیه‌اش بدو میکنه و آیا تو وقتی داری برای آب و غذا تلاش میکنی میتونی به افسردگیت فکر بکنی؟ و مثال یه حیوانی رو هم زدن این دوستمون. اما داستان اینه که اولا که ما انسانیم و هوشیاریم به بودنمون و دقیقاً اتفاقاً زمانی که داریم برای نیازهای اولیه بقا تلاش میکنیم برای اینکه دوچار فروپاشی نشیم، چون ما مبحث روان رو داریم دیگه، ما توی تجربه حیاتمون روان نقش خیلی مهمی داره. اصلا سیستم معنادهی به تجربیات شما در بعد فیزیکی کاملا بر اساس اون چیزی که در روانتون داره میگذره شکل میگیره. پس دقیقاً همون زمانی که من دارم واسه نیازهای بقا تلاش میکنم اتفاقا مهمه که به جریان افسردگی من فکر کنم، به جریان اضطراب، به جریان رنج‌هایی که دارم میکشم و معانی که این رنج واسه من دارن اندیشه کنم، چون اینه که مانع از فروپاشی من توی این مسیر سخت و سخت‌تر میشه. این شکلی نیستش که شما نیازهای اولیه‌تون تأمین باشه و بعد بیای سراغ روانتون بگین خب حالا دیگه لزومی نداره که بدو کنم، فقط واسه اون نیازهای اولیه میتونم بشینم حسابی به روانم بپردازم. ضرورت تنظیم هیجان، ضرورت عمق بخشیدن به اندیشه، بالا بردن آگاهی، وسعت بخشیدن به نگرش و چند بعدی نگاه کردن به مسائل دقیقاً توی شرایط خیلی خیلی سخت‌تر این ضرورت خیلی بالاتر میره و خیلی نیاز بیشتری واسش هست. و ضمن اینکه یه خورده به شواهد پژوهشی، شواهد عملی، شواهد درمانی که داره اتفاق میفته بی توجه نباشیم. این حرف خیلی نابخردانه است و خیلی سطحیه که من بر اساس تجربه شخصی خودم اگر از مشاوره یا روان درمانی یا روانشناسی نتیجه نگرفتم بیام یه تریبونم دستم بگیرم و دیگران رو هم راه نجات رو براشون ببندم، دیگرانی که خیلی هاشون توی همین جلسات درمان واقعا راه تونستن پیدا کنن، تونستن خودشون دریابن، تونستن با چالش هاشون، با رنج هاشون، با مسائلشون خیلی پخته تر رو بشن، خیلی بالغانه تر، با زخمی شدن کمتری بتونن چالش ها رو از سر بگذرونن. نباید به خودمون اجازه بدیم که اینقدر راحت بر اساس تجارب شخصی خودمون یا آنالیزهای سطحی خودمون بیایم تاریک کنیم مسیر دیگران رو. ما نمیتونیم این همه شواهد علمی و پژوهشی رو نادیده بگیریم و این شناخت روان مگه میتونه که غیر مفید باشه اگر من بدونم که سیستم روان چه مدلی کار میکنه، هیجانات چه مدلی اثر میذارن، بخش آسیب دیده من چیه، چه نقشی داره در روابط من، در احساسات من، در افکار من ایفا میکنه. مگه میشه من اینا رو بشناسم و بدونم در مورد روان خودم و کمکی به من نکنه در مدیریت کردن خودم؟ پس لطفاً یه خورده عمیق‌تر مسائل نگاه کنیم و هر چیزی رو هم که میشنویم لطفاً همون اول نپذیریم، بریم در موردش یکم مطالعه کنیم، از همه مهمتر در موردش یکم اندیشه کنیم و با تأمل بیشتری بتونیم به یه آنالیزی برسیم و هر چیزی رو که میشنویم فقط نپذیریم و سریع نیایم زیرش هزاران کامنت بذاریم که بله این نتیجه‌ایه که من خیلی وقت بهش رسیدم، روانشناسی به درد ماها که توی این شرایطیم نمیخوره، روان درمانی فلانه، اینا همش حرف مفته، اصلا چنین چیزی نیست. خیلی از آدما راه نور رو، راه روشنایی رو، راه نجات رو از طریق شناخت روانشون تونستن که پیدا بکنن. اگه یک کوچولو با رویکرد لوگوتراپی ویکتور فرانکل آشنا باشید میبینید که دیگه در اون شرایط که بدترین شرایط، اصلا نیاز بقا میره کنار، نیاز به حیات برای اون آدم اونجا مطرحه که آیا من تا 1 دقیقه دیگه زنده هستم توی این اردوگاه‌های کار اجباری. کسایی که بدترین اتفاقات رو تجربه کردن، خانواده هاشون جلوی چشمشون از بینشون رفته و دقیقاً توی چنین شرایطی شما میبینید که یک رویکرد نجات بخش در دنیا توسط ویکتور فرانکل توی اون شرایط شکل میگیره و بعد توسعه پیدا میکنه و ناجی خیلی از آدما میشه.